نام خداوند علیم و حکیم. سلام و درود خدمت همه شما متعلمین عزیز و گرامی. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما عزیزان، من انجینر نظری با فصل دوم از فیزیک صنف دهم امروز در خدمت شما عزیزان هستم. در جلسه اول موضوعاتی که دوستان عزیز مورد بررسی قرار خواهیم داد عبارت است از اول اندازه‌گیری رو تعریف کنیم، بعد از اون می‌ریم ارقام قابل اهمیت، راه‌های تشخیص ارقام قابل اهمیت برای شما عزیزان میگیم، بعد از اون در رابطه با رند کردن اعداد با هم صحبت میکنیم، روش علمی عدد نویسی رو به شما عزیزان میگیم که خیلی مهمه و در آخر هم در رابطه با سیستم واحدات SI صحبت میکنیم و سوالات کانکور مرتبط با این قسمت ها رو با هم دیگه یک بررسی خواهیم کرد. خب درس اولی ما در رابطه با اندازه‌گیریه. تعریف اندازه‌گیری چیه؟ مقایسه یک کمیت با واحد از اون کمیت میشه اندازه‌گیری دوستا. واحد چیه؟ واحد هر کمیت مقدار مشخصی از اون کمیت که به عنوان استاندارد و نمونه انتخاب شده. مثال بزنیم. فرض کنید یک دونده در حال دویدن در دوش 100 متره. شما میخواین اندازه گیری کنین که در چه زمانی این دونده این مسیر یعنی 100 متر طی مونه. خب شما میگین که واحد اندازه گیری ما چیه؟ ثانیه. خب شما تایم میگیرید، درسته؟ و بر اساس ثانیه این میزان زمان از زیر میسنجین، درسته؟ پس واحد شما میشه ثانیه. یا شما پیش خیاط وقتی میرین که یک کالا برای شما جور کنه، این خیاط با متر اندازه شما رو میگیره. واحد از این چیه؟ واحد از این متره. با واحد متر کار میکنه تا برای شما کالا جور کنه. پس تعریف اندازه‌گیری مقایسه یک کمیت با واحد از اون کمیت میشه اندازه‌گیری. بحث بعدی ما در رابطه با ارقام قابل اهمیت. ما چند نکته اینجا خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. شما طبق این نکات ارقام قابل اهمیت میتونید تشخیص بدید. خب فکرتان رو بگیرید چون ما در کانکور از این قسمت سوال خواهیم داشت. نکته اول، تمام اعداد غیر صفر از 1 تا 9 قابل اهمیت هستند. پس صفر چی میشه؟ صفر استثنای بعضی جاها قابل اهمیته، بعضی جاها هم قابل اهمیت نیسته که ما اینا رو باز در ادامه خدمت شما میگیم. ولی اعداد 1 تا 9 همه اینها چیه؟ قابل اهمیته. مثال بزنیم. عدد 126.6. خب چند رقم با اهمیت داره؟ گفتیم تمام اعداد غیر صفر از 1 تا 9 قابل اهمیتن دیگه. پس میشه 1 2 3 4 رقم قابل اهمیت داره. 4 رقم. نمبر بعدی ما عدد 767. خب این چند تا رقم با اهمیت داره؟ 3 تا دیگه. این میشه 3 رقم. 3 رقم با اهمیت داره. درست شد؟ این نکته اول. نکته دوم، همه صفرهای موجود بین دو رقم غیر صفر قابل اهمیت هستند. یعنی صفرهایی که بین دو رقم قرار میگیرن اینها قابل اهمیت هستند. مثال ببینید. عدد 103.4509 دو تا صفر داره دیگه. صفر اول ما بین 1 و 3 قرار گرفته و صفر دوم ما بین 5 و 9. صفرهای بین عدد جزء ارقام با اهمیت حساب میشن. خب پس میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 تا رقم با اهمیت داره. مثال بعدی رو با هم میبینیم. عدد 409.352025 این چند رقم با اهمیت داره؟ شما عزیزا فکر کنید. چند تا صفر داریم؟ 3 تا صفر داریم. صفر اول ما بین 4 و 9 قرار گرفته، یعنی بین دو رقم غیر صفر، پس قابل اهمیته. صفرهای بعدی ما بین دو رقم غیر صفر قرار گرفته دیگه، درسته؟ پس اینا هم قابل اهمیته. پس چند تا رقم قابل اهمیت داریم؟ میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 رقم قابل اهمیت داریم. درست شد؟ پس صفرهای بین دو رقم چی میشه؟ قابل اهمیت میشه. نکته بعدی، کلیه صفرها در سمت راست علامت اعشاری که در آخر عدد هستن اینا قابل اهمیتن. یعنی شما سعی میکنید که عدد شما اگه اعشاری بود
صفرهایی که در سمت راست قرار میگیرن اینها قابل اهمیت. مثال ببینید عدد 1.100. خب عدد ما اولا چیه؟ اعشاریه، 2 تا صفر هم در آخر قرار گرفته، درسته؟ پس اینها هم قابل اهمیته. میشه چند تا رقم قابل اهمیت؟ آفرین، 4 رقم. مثال بعدی 45.3630. عدد ما عدد اعشاریه، این صفرهایی که در آخر قرار گرفتن اینها هم قابل اهمیتن. پس تعداد ارقام قابل اهمیت شما چند تا شد؟ بشمارین. 1 2 3 4 5 6 و 7 تا. 7 رقم. درست شد؟ پس اگر عدد شما اعشاری بود، صفرهای سمت راستش هم جز ارقام با اهمیته. نکته بعدی، صفرهای آخر یک عدد غیر اعشاری قابل اهمیت نیستن. شما سعی میکنید اگه عدد شما غیر اعشاری باشه، مثل عدد چند؟ 2 میلیون. خب این صفرهایی که در آخر قرار گرفته دوست عزیز قابل اهمیت نیست. پس اینجا چند تا رقم قابل اهمیت داریم؟ 1 رقم. یک رقم. مثال بعدی عدد 256,000. یه عدد اعشاری نیه، 3 تا صفر در آخر قرار گرفته دوستای عزیز. این 3 تا صفر قابل اهمیت نیست. پس تعداد ارقام قابل اهمیت ما 3 رقمه. 3 رقم. درست شد؟ یه هم از این نکته. نکته بعدی، هر صفری که قبل از یک رقم غیر صفر قرار داده شده باشد قابل اهمیت نیست. مثال بزنیم عدد 0.20 این عدد نگاه کنید، 2 تا صفر قبل از عدد 5 قرار گرفته. عدد 5 یک عدد چیه؟ غیر صفر دیگه، غیر صفر. درسته؟ غیر صفره. صفرهایی که قبل از این قرار گرفته قابل اهمیت نیان. پس در نتیجه تعداد ارقام قابل اهمیت ما 3 رقمه. 3 رقم. مثال بعدی رو ببینیم. مثال ما یه عدد 0.2038. خب شما سعی کنید که 4 تا صفر قبل از عدد 3 قرار گرفتن. درسته؟ عدد 3 یک عدد غیر صفر دیگه، غیر صفر. درست شد؟ پس این صفرهایی که قبل از این قرار گرفته قابل اهمیت نیان. پس 2 رقم قابل اهمیت داریم. 2 رقم. درست شد؟ خب بریم نکته بعدی. برای اعداد اعشاری که با صفر شروع میشن، صفر شروع قابل اهمیت نیه. مثال نگاه کنید 0.25. این صفر شروع قابل اهمیت نیه. پس تعداد ارقام قابل اهمیت ما اینجا چند رقمه؟ 2 رقم. مثال بعدی رو ببینیم با هم دیگه. 0.5839. این صفری که در شروع قرار گرفته قابل اهمیت نیه. پس میشه چند رقم؟ 4 رقم. 4 رقمی قابل اهمیت. درست شد؟ خب یک نکته با هم ببینیم. رقمی که در چپ ترین طرف قرار داره این با ارزش ترین رقمه. مثال بزنیم به شرطی که چی بشه؟ غیر صفر بشه. این شرطش خیلی مهمه. به شرطی که غیر صفر بشه. مثال بزنیم. گفته با ارزشمندترین رقم مشخص کنید. عدد ما چند؟ 0.20 درسته؟ میگیم عددی که در چپترین طرف قرار گرفته. درسته؟ خب چپترین قسمت ما میشه 6. این صفرها حساب نیه دیگه. گفتیم به شرطی که غیر صفر بشه. این صفرها حساب نیه. پس چپترین رقم میشه چند؟ 6. پس میشه با ارزش ترین رقم ما میشه رقم 6. درست شد؟ خب مثال بزنیم. در هر یک تعداد ارقام قابل اهمیت را مشخص کنید. عدد اول ما با یک رنگ دیگه بنویسیم برای شما. 3.0820. عدد ما عدد اعشاریه. پس این صفرهای آخر هم جز ارقام قابل اهمیت حساب میشه. یک صفر هم که بین 3 و 8 اینا هم حساب میشه. پس تعداد ارقام قابل اهمیت میشه 1 2 3 4 5 رقم. 5 رقم. مثال بعدی 0.0
2 صفر 418. خب گفتیم صفرهای قبل از یک عدد غیر صفر خوانده نمیشه، یعنی این صفرها مهم نیه. پس تعداد ارقام قابل اهمیت چند رقم شد؟ 3 رقم. مثال بعدی عدد 91600. خب این را سعی کنین. گفتیم اگر عدد ما اعشاری نباشه این صفرهای آخر حساب نمیشه، پس میشه 3 رقم. مثال بعدی 0.200305. خب این صفرهایی که قبل از رقم غیر صفر قرار گرفته حساب نمیشه، اما این صفرهایی که بین 3 و 5 قرار گرفته اینها جزء ارقام قابل اهمیت. پس ما 4 رقم قابل اهمیت داریم. مثال بعدی 4.06 ضرب در 10 به توان منفی 9. یک صفر بین 4 و 6 قرار گرفته، پس این با اهمیته. پس تا اینجا شد 3 رقم. ضرب در 10 به توان منفی 9. وقتی که ضرب در 10 به توان منفی 9 میشه 9 تا صفر قبل از 4 قرار میگیره. این ما در قسمت اعداد علمی میگیم 9 تا صفر قبل از 4 قرار میگیره. اعداد قبل از یک رقم غیر صفر هم حساب نمیشه، پس این 10 به توان منفی 9 که حساب نمیشه، پس میشه 3 رقم. مثال بعدی عدد 75000. این شما بگین. آفرین، چون عدد ما یک عدد غیر اعشاریه این صفرهای آخر حساب نمیشه، ما 2 رقم داریم. مثال بعدی 75000.0. چون عدد ما یک عدد اعشاری شد پس این صفرها حساب میشه. چند رقم میشه؟ 1 2 3 4 5 و 6 رقم. 6 رقم با معنی یا با اهمیت. مثال بعدی عددی 78 میلیون. چون عدد ما غیر اعشاریه این صفرها حساب نمیشه، درسته؟ پس میشه 2 رقم. درست شد؟ پس ما یاد گرفتیم که ارقام قابل اهمیت با استفاده از این نکته هایی که خدمت شما عزیزان گفتم تشخیص بدیم. در رابطه با اندازه‌گیری و ارقام قابل اهمیت صحبت کردیم. میریم سراغ روند کردن اعداد، روند آف و روند داون. این ما به صورت نکته خدمت شما عزیزان بیان میکنیم. خب گوش کنید که چه رقم اعداد چی روند کنید. نکته اول، اگر رقمی بعد از رقم نهایی کمتر از 5 بشه. اول بریم ببینیم رقم نهایی چیه. معمولا برای روند کردن به شما دقت اندازه‌گیری میگن مثلا با دقت 0.1 0.01 اینها را چیکار کنین؟ روند کنین. کتاب درسی همه روندها را بر اساس 0.1 در نظر گرفتن. 0.1 یعنی چی؟ یعنی شما تا رقم نهایی شما میشه یک رقم بعد از اعشاریه. در این مثال رقم نهایی شما میشه این عدد رقم 3، این میشه رقم نهایی، یعنی یک رقم بعد از اعشار شما در نظر میگیره. خب میریم سراغ نکته. گفته اگر رقم بعد از رقم نهایی کمتر از 5 بشه، رقم نهایی ما 3، رقم بعدیش را سعی می‌کنیم چنده؟ 4. خب 4 کمتر از 5 چی میگم؟ میگه تمام ارقام بعدی حذف میشن و آخرین عدد هم بدون تغییر باقی میمانه. پس روند ما به این شکل میشه 6.3. درسته؟ این نکته اول. نکته دوم، اگر رقم بعد از آخرین رقم بیشتر از 5 یا 5 با ارقامی بعد از آن باشه. خب توجه کنید. اول مییم آخرین رقم مشخص میکنیم. گفتیم آخرین رقم طبق کتاب درسی یک رقم بعد از اعشاره، پس این میشه آخرین رقم یا رقم نهایی. رقم نهایی اینجا میشه رقم نهایی. خب گفته رقم بعد از آخرین رقم بیشتر از 5 بشه. شما نگاه کنید در مثال شماره 1 رقم نهایی ما 4، رقم بعدش رو سعی می‌کنیم چنده؟ 6. 6 بیشتر از 5 درسته؟ خب چی میشه؟ میگه به آخرین رقم یک واحد اضافه و بقیه اعداد حذف میشن. پس اینها حذف میشن، به آخرین رقم یک واحد اضافه میشه، میشه 658.5. مثال بعدی رو سعی کنیم. رقم نهایی ما 6، بعد از رقم نهایی 5 قرار گرفته و بعد از 5 ما 2 رقم دیگه داریم.
درسته؟ خب چه اتفاقی میفته؟ میگیم که این رقم ها رو حذف میکنیم طبق نکته و به آخرین رقم یک واحد اضافه میکنیم. این میشه 9.7. درست شد؟ خب میریم سراغ نکته بعدی. اگر رقم بعد از آخرین رقم 5 باشد و ارقام دیگری وجود نداشته باشد یا فقط 0 بعد از 5 باشد 5 حذف میشه و آخرین رقم اگر تاق باشه یک واحد به این اضافه میشه و اگر زوج باشه تغییری نمونه. مثال ببینین 9.15. خب آخرین رقم ما چقدر؟ این میشه دیگه، این میشه رقم نهایی. رقمی بعد از رقم نهایی رو سعی می‌کنیم 5 دیگه طبق نکته. درسته؟ خب گفته اگر 5 بود این 5 حذف میشه و عدد رقم نهایی رو نگاه میکنیم. این رقم نهایی شما اگر تاق باشه یک واحد اضافه میشه. یک اینجا تاق دیگه، پس یک واحد اضافه میشه 9.2. مثال بعدی 3.850. رقم نهایی ما این میشه رقم نهایی. درسته؟ خب بعد از رقم نهایی رسید می‌بینیم 5 و بعد از 5 هم 0 قرار گرفته. خب این شرایط نکته رو داره. گفتیم 5 حذف میشه و آخرین رقم نگاه می‌کنیم. آخرین رقم ما 8. 8 زوج دیگه. درسته؟ پس تغییری نمونه. میشه 3.8. مثلا اگه 7 بود چون تاق میشد یک واحد به این اضافه میشد، ولی چون زوجه تغییری نمونه. پس رند کردن هم دوست عزیز یاد گرفتیم. پس اندازه گیری، ارقام قابل اهمیت و رند کردن گفتیم. بریم سراغ بحث بعدی، روش علمی عدد نویسی. هدف از این که ما یک عدد به صورت علمی بنویسیم چیه؟ توجه کنید. سرعت نور ما برای شما بنویسیم. سرعت نور اینقدره. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 متر بر ثانیه. این سرعت نوره. خب یک عدد خیلی کلان دیگه. وقتی شما میخواین عدد بنویسین ممکنه در تعداد صفرهای از این دچار اشتباه شوین، یا کمتر بذارین یا بزرگتر. هدف از روش علمی همیه که شما بتونید او اعدادی که خیلی بزرگن یا اعدادی که خیلی کوچیک هستن یا رو به صورت درسته یک نماد علمی بنویسین. خب چه قسمی بنویسیم؟ در نماد علمی همه اعداد به شکل ذیل نوشته میشن. نگاه کنید دوستان عزیز. عدد شما باید به صورت حاصل ضرب دو عدد بنویسین. A ضرب در 10 به توان B. A چیه؟ A یک رقمیه بین 1 تا 10. خب همین مثال نگاه کنید، همین سرعت نوری که خدمت شما عرض کردم، این رو میخوام به صورت نماد علمی بنویسم. خب توجه کنید. میگیم این رو به صورت حاصل ضرب دو عدد بنویسیم. خب رقم اول ما یعنی این رقم باید بین 1 تا 10 بشه، پس میشه 3. 3 بین 1 تا 10 دیگه. درسته؟ خب ادامه میدیم. ضرب در 10 به توان چی عددی؟ خب نگاه کنید، اشاری ما اینجا قرار داره. خب یه اشاری ما چقدر تغییر مونه وقتی میخوایم بنویسیم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 رقم تغییر مونه به سمت کجا؟ به سمت چپ. درسته؟ پس میشه ضرب در 10 به توان 8 مثبت 8، چون به سمت چپ رفته. اگه به سمت راست تغییر کنه علامت ای توان ما چی میشه؟ منفی میشه. مثال میزنیم از اینا. به صورت توان علمی بنویسید. مثلا عددی چقدر؟ 2 میلیون. اینو میخوایم به صورت نماد علمی بنویسیم. خب گفتیم به صورت حاصل ضرب دو عدد بنویسیم. عدد اولی ما باید بین 1 تا 10 بشه. این میشه 2. 2 بین 1 تا 10 دیگه. درسته؟ ضرب در 10 به توان چی عددی؟ خب توجه کنید، اشاری ما اینجا قرار داره. چقدر جابجا میشه؟ 1 2 3 4 5 6 رقم جابجا میشه به سمت چپ، پس میشه 10 به توان 6. درسته؟ خب مثال بعدی رو ببینید. 0.2055. گفتیم این رو به صورت حاصل ضرب دو عدد بنویسیم. خب
عدد اول باید بین 1 تا 10 باشه، پس میشه 5.5 که بین 1 تا 10 دیگه، ضرب در 10 به توانی. خب توجه کنید، اعشار شما اینجا قرار داره، چقدر تغییر مونه؟ 1 رقم، 2 رقم، 3 رقم تغییر مونه تا شبه 5.5. 3 رقم به کدام سمت؟ به سمت راست، پس میشه منفی 3. درست شد؟ مثال بعد ببینیم. 124 این رو میخوایم به صورت توان علمی بنویسیم. گفتیم به صورت حاصل ضرب دو عدد بنویسیم، ضرب در 10 به توانی. خب عدد اول ما باید بین 1 تا 10 باشه، پس میشه 1.24. درسته؟ ضرب در 10 به توانی. اعشار ما اینجا قرار داره، چقدر جابجا میشه؟ 1 2 رقم به کدام سمت؟ به سمت چپ. درسته؟ به سمت چپ جابجا میشه، پس میشه 10 به توان 2. مثال بعدی رو ببینیم. 0.6 تا 0.46. خب میگیم این رو باید به صورت حاصل ضرب دو عدد بنویسیم، ضرب در 10 به توان. درست شد؟ خب عدد اولی ما باید بین 1 تا 10 باشه، پس میشه 4.6 ضرب در 10 به توان. اعشار ما اینجا قرار داره، چقدر تغییر مونه؟ 1 2 3 4 5 6 7 رقم تغییر مونه، به کدام سمت؟ به سمت راست، پس میشه منفی 7. درست شد؟ پس این اعداد ما تونستیم به صورت نماد علمی بنویسیم. 2 ضرب در 10 به توان 6، 5.5 ضرب در 10 به توان منفی 3، 1.24 ضرب در 10 به توان 2 و 4.6 ضرب در 10 به توان منفی 7. پس توان علمی رو دوستان عزیز یاد گرفتیم. پس ما تا اینجا در رابطه با اندازه‌گیری، ارقام قابل اهمیت، رند کردن و روش علمی عدد نویسی صحبت کنیم. موضوع آخر ما در رابطه با سیستم واحدات SI. سیستم واحدات SI یا International System of Units چیه؟ مجموعه از واحدها که امروزه اکثر کشورهای جهان این واحدها را قبول کردن، در یک مجموعه کنار هم دیگه قرار گرفتن به نام دستگاه SI. درسته؟ کمیات اصلی در سیستم SI 7 تا کمیته. پس شاید از شما سوال شود که تعداد کمیات اصلی در سیستم SI چقدر؟ 7 کمیت. پس ما 7 کمیتی اصلی داریم. حتما شما نام اینها و واحد اندازه‌گیری اینها رو باید بدانین. اولین کمیت طوله. طول با متر اندازه‌گیری میشه. کتله با کیلوگرم. زمان ثانیه. جریان امپیر. درجه حرارت کلوین. مقدار ماده مول و شدت روشنایی کندیلا. درسته؟ پس این کمیت های اصلی را با واحد اندازه‌گیری اینا حتما یاد داشته باشید. دو نکته خیلی مهم وجود داره. اولین نکته ایه که کمیت های اصلی اصلا با هم دیگه رابطه ندارن و دومین نکته اینه که غیر از این 7 مورد که ما داخل جدول خدمت شما عرض کردیم، بقیه کمیت ها اشتقاقی هستند. اشتقاقی یعنی چی؟ یعنی مستقل نیستند و به کمیت های اصلی وابسته هستند. درست شد؟ خب درس ما خلاص شد. بریم سوالات کنکور مرتبط با این قسمت با هم دیگه بررسی کنیم. از فرم فاریاب و فرم اول آکادمی نظامی، واحد کدام کمیت ذیل اشتقاقی می باشد؟ گزینه اول قوه، دوم درجه حرارت ترمودینامیکی، سوم شدت نور و چهارم شدت جریان برق. خب گفتیم شما او 7 کمیت اصلی را بلد باشین، بغیر از اونا هر چی آمد میشه کمیت اشتقاقی. پس قوه که در او جدول نبود جز کمیت های اشتقاقیه. گزینه اول پاسخ صحیح سوال. از فرم فاریاب، کندیلا واحد کدام کمیت فیزیکی ذیل می باشد؟ خب کدام دوستان عزیز؟ گفتیم کندیلا واحد اندازه‌گیری شدت نور. پس گزینه اول پاسخ صحیح سواله. از فرم فاریاب بازم سوال مطرح شده، واحد درجه حرارت ترمودینامیکی کدام گزینه؟ گفتیم درجه حرارت با واحد کلوین اندازه گیری میکنن. درسته؟ پس گزینه دوم پاسخ صحیح سوال بود.
از فرم دوم بدخشان، آیا در واحد اساسی در فیزیک با یکدیگر رابطه متقابل وجود داره؟ واحدهای اساسی چی بود؟ 7 تا بود دیگه. گفتیم این واحدها به هیچ گونه با همدیگه ارتباطی ندارن. پس گزینه دوم پاسخ صحیح سوال ما است. سوال بعدی از فرم سوم بدخشان در عدد 0.335632 ارزشمندترین رقم گفتم مشخص کنیم. گفتیم ارزشمندترین رقم میشه چپترین رقم به شرطی که صفر نباشه. خب اینا که صفر هیچی، پس میشه رقم 5 دیگه، چون در چپترین طرف قرار گرفته. پس میشه گزینه سوم پاسخ صحیح سوال ما. فرم ششم بدخشان، تعداد واحدات اساسی در فیزیک چند تا دوستان عزیز گفتیم؟ آفرین 7 تا. تعداد واحدات اساسی 7 تا بود دیگه. طول، کتله، زمان. درسته؟ فرم دوم بغلان، رونداف عدد 54.75 کدام گزینه؟ خب 54.75 اینو میخوایم رونداف کنیم. گفتیم که رقم نهایی رو مشخص میکنیم. اینجا 7 رقم نهاییه، رقم نهایی. بعد از این رقم نهایی رو سل میکنیم چقدر؟ رقم 5 قرار گرفته. بعد از 5 هم که رقمی نیه. درسته؟ پس طبق نکاتی که گفتیم 5 حذف میشه. به آخرین رقم نگاه میکنیم. رقم ما 7. 7 چیه؟ طاق دیگه. وقتی طاق بود یکی به این اضافه میشه دیگه، میشه 54.8. کدام گزینه شد؟ گزینه سوم پاسخ صحیح سوال ما بود. سوال بعدی از فرم چهارم کابل، اگر طول یک جسم 0.2043 متر باشد، تعداد ارقام با ارزش کدام گزینه؟ گفتیم صفرهایی که قبل از یک رقم غیر صفر میه جز ارقام قابل اهمیت نیه. پس تعداد ارقام قابل اهمیت چند تا شد؟ 2 تا شد. گزینه سوم پاسخ صحیح سوال شد. از فرم اول کابل در عدد 2751 کم ارزش ترین رقم کدامه؟ گفتیم با ارزش ترین رقم میشد چپ ترین، درسته؟ و کم ارزش ترین میشه راست دیگه. پس میشه گزینه دوم. سوال بعدی از فرم اول کابل در عدد 3.152 کم ارزش ترین رقم کدامه؟ میشد کدام گزینه دوست عزیز؟ رقمی که در سمت راست قرار داشت، یعنی رقم 2. پس میشه گزینه اول پاسخ صحیح سوال. از فرم اول فرا عدد 8,700,040 چند رقم با ارزش داره؟ چون این عدد ما غیر اشاریه دوستای عزیز، پس این صفر آخر حساب نموشه. ولی صفرهایی که بین این رقم ها قرار گرفته اینا حساب میشه. پس میشماریم چند رقم داره؟ 1 2 3 4 5 6 رقم. پس گزینه دوم پاسخ صحیح سوال ما است. از فرم دوم لوگر عدد 256,000 چند رقمی با ارزش داره؟ چون عدد غیر اشاریه این صفرهای آخر حساب نموشه. پس چند رقم شد؟ 3 رقمی با ارزش ما داریم. پس گزینه سوم پاسخ صحیح سوال ما است. خب دوستان عزیز، ما امروز در رابطه با اندازه‌گیری ارقام قابل اهمیت، رند کردن، روش علمی عدد نویسی و سیستم واحدات SI با شما عزیزا صحبت کردم که این مباحث بیس و پایه و اساس کار ما هستند. اینها را خوب یاد بگیرین، تمرین‌های بیشتری در این قسمت انشالله حل کنید. تا جلسه بعد همه شما عزیزا را به الله پاک میسپارم.